نام و یاد خدا. به ادامه مبحث آموزشی خصوصیات و وظایف بازرس جوش خوش آمدید. عرض به حضورتون در ادامه وظایف بازرسین جوش رو در حین جوشکاری و بعد از جوشکاری خدمتتون توضیح میدم. در حین جوشکاری شامل بررسی کیفیت هر پاس جوش هست. ببینید در فرایندهایی که اسلگ دارن، یعنی فرایند جوشکاری، از فلاکس استفاده میشه یا الکترود پوشش داره یا اینکه توپودری هست مثل فلاکس کورد FCAW. توی این فرایندها هر پاس جوش اجرا میشه باید تمیزکاری بین پاسی هم انجام بشه. تمام گل جوش سرباره یا همون اسلگ تمیز بشه و پاس بعدی اجرا بشه. در ضخامت‌های بالا لازمه که خصوصا در متریال هایی که احتمال ترک خوردنشون هم بالا هست، لازمه که هر پاس جوش که اجرا شد کیفیت هر پاس جوش از لحاظ ترک هایی که احتمال به وجود اومدن دارن بررسی بشه. مثل این تصویری که مشاهده میکنید، ترک هایی که در پاس های بعد از پاس 2 و 3 به وجود اومدن، ترک های ارضی ترانسفرس کرک، اینا قاعدتا باید برطرف بشن و ادامه جوشکاری انجام بشه. تمیزکاری بین پاسی رو عرض کردم که باید انجام بشه. در بسیاری از پروژه ها مشاهده شده که جوشکارا متاسفانه این کار رو انجام نمیدن. ببینید جوشکار بازرس رو میبینه و کار رو انجام میده، یعنی بر اساس میزان تسلط و نظارتی که بازرس داره جوشکار هم میاد به کار اهمیت میده. به این خیال نباشید که جوشکار کارش خوبه، کارش خوب انجام میده، سابقه خوبی داره. نه، قطعا اگر نظارت خوبی نباشه جوشکار هم کارش رو به خوبی انجام نمیدهد. پس حتما تاکید داشته باشید روی تمیزکاری بین پاسی و درجه حرارت بین پاسی هم که مطابق با همون دمای پیشگرم هم باید رعایت بشه. تصویری که میبینید به علت عدم تمیزکاری در پاس 1 گل جوش تمیز نشده و حبس شده بین فلز جوش و دیواره که باعث شده فلز جوش به دیواره نفوذ نکنه و این هم خب باعث شده از یوتی و آرتی قابل مشاهده هست. البته توی این تصویر ما نه یوتی زدیم نه آرتی. اینجا کار تموم شده بود و خواستن از ما که یوتی انجام بدیم. اولا خب با توجه به ظاهر جوش و کیفیت اجرایی که وجود داشت یوتی انجام ندادیم. یه قسمت رو جوشکار گفتیم بهش زنگزنی انجام داد و گل جوش حبس شده قابل مشاهده بود. ترتیب اجرای پاسهای جوش از 2 لحاظ باید مد نظر قرار بگیره. یکی این که جلوگیری کنه از پیچیدگی قطعات. اگر قطعات ترتیب اجرای پاسهای جوشکاریشون مناسب نباشه باعث پیچیدگی اونا میشه و پیچیدگی هم خب قطعا در محدوده پذیرش نباشه موجب ریجکتی قطعه میشه. توی این تصویر که مشاهده میکنید این تیرورق رو که 2 تا جوشکار دارن همزمان جوشکاری میکنن، اما از 2 طرف تیر شروع کردن به جوشکاری. 2 طرف مقابل و مخالف هم دارن حرکت میکنن برای جلوگیری از پیچیدگی قطعه. چیز دیگه ای که باید مد نظرتون باشه ترتیب پاس ها هست. من یک اسکچ بکشم. ببینید فرض کنید این شیار اتصال هست، درز اتصال و جوشکاری میخواد انجام بشه. اینجا پاس 1 اجرا میشه، پاس 2 اجرا میشه، پاس 3 که اجرا میشه. اگر این پاس ها زاویهشون به شکل نباشه که به راحتی تمیزکاری انجام بشود باعث حبس گل جوش میشه یا عدم نفوذ در فلز جوش و یا عدم نفوذ در فلز پایه رو به وجود میاره. به عنوان مثال اگر به این صورت بخواد ادامه کار رو انجام بدهد خب باعث میشه گل جوش توی این قسمت حبس بشه، به راحتی تمیزکاری انجام نشه.
پس ترتیب اجرای پاس‌ها رو هم باید مد نظر قرار بدید. هم از لحاظ اینکه گل جوش حبس نشه و نفوذ خوبی رو داشته باشیم، ذوب خوبی اتفاق بیفته بین پاسی و بین دیواره، و همین که جلوگیری بشه از پیچیدگی قطعات. کار دیگه که در حین جوشکاری باید انجام بدید بررسی سطوح شیار زده شده از پشت اتصال است. چنانچه به طرف دیگر اتصال دسترسی داشته باشیم و بخوان از اون طرف دیگر یک پاس جوش اجرا شود، لازمه قبل از اجرای اون پاس پشتی که بک ولد معروف هست، درز اتصال با سنگزنی شیار زده بشه که برسن به فلز جوشی که از طرف اصلی نفوذ کرده. در این حالت برای اینکه مطمئن بشن که به ریشه اتصال رسیدن، به فلز جوش نفوذ کرده رسیدن، یک تست پیتی انجام میدن. توی این تصویر شیارزنی که مشخص هست، این قسمت لبه دوتا قطعه هست که شیار زده شده و ایندیکیشنی که اینجا مشاهده میکنید میزان مایع نفوذی بوده که به داخل این درز نفوذ کرده و نشون میده که این قسمت ها از طرف اصلی نفوذ خوبی انجام نشده، جوشکاری نفوذ نکرده. به همین خاطر لازمه که این قسمت بیشتر سنگزنی انجام بشه. پس هم شیارزنی ها رو بررسی میکنید که انجام بشود و همین که اگر که لازم بود تست غیر مخربی اجرا شود، اون رو هم اگر که تسلط داشتید بر انجام اون تست انجام میدید. در غیر این صورت یک شخص دیگر این کار رو انجام میده. خب میرسیم به وظایف بازرس بعد از جوشکاری. اول اینکه ظاهر جوش رو بررسی میکنید از لحاظ ناپیوستگی هایی که احتمال به وجود اومدن دارن، مثل ترک. توی این تصویر سمت چپ میبینید ترک طولی که به وجود اومده، و یا این تصاویر پوروسیتی که هر کدوم علل مختلفی دارند و عوامل متعددی باعث میشه که این ناپیوستگی ها به وجود بیان، که توی مبحث آموزشی عیوب جوش این رو به طور مفصل توضیح دادیم. شما لازمه که به عنوان بازرس این ظاهر جوش رو بررسی کنید و ناپیوستگی ها رو مطابق با استاندارد که قطعا در این زمینه هم آموزش خواهید دید، مطابق با استاندارد بررسی کنید که ببینید در محدوده پذیرش قرار دارد یا خیر. اگر در محدوده پذیرش بود همان ناپیوستگی میماند و در برگه گزارش حتما گزارش میشه. اگر که در محدوده پذیرش نبود خب باعث ریجکتی جوش میشه. اندازه جوش رو هم باید بررسی کنید. اندازه جوش از لحاظ گرده جوش، توی این تصویر که میبینید جوش گوشه اجرا شده. از لحاظ ساق جوش داره بررسی میکنه، لگ، و همین که از لحاظ بعد جوش، گلوی جوش، این رو بررسی میکنید که مطابق با اندازه های در نقشه هست یا خیر. بعد جوش رو معمولا در نقشه ها نمیزنن، اما خب به طور معمول 707 هزارم لگ هست، یعنی بعد جوش میشه 707 هزارم لگ جوش، به طور خلاصه 7 ساق جوش. یعنی اگر ساق جوش عدد 10 بود، بعد جوش میشه 7. حالا کمترش خب میشه تقعر، قطعا مورد قبول نیست. بیشترش که میشه تهدب، و چه اندازه‌ای تهدب مورد پذیرش هست، باز این رو مطابق با استاندارد مرتبط رفرنسینگ کد سکشن که توی همه استانداردها اومده. طول جوش رو هم خب باید بررسی کنید. اگر در نقشه زده بود که به طور سرتاسری جوشکاری انجام می شود، خب طول جوش اینجا دیگه معنی نداره. اگر که جوش منقطع بود، باید تک تک اون طول جوش های منقطعی که اجرا شدن رو اندازه بگیرید که آیا مطابق با نقشه اجرا شده یا خیر. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید،
آزمایش‌های غیر مخرب اضافی رو باید انجام بدید اگر که تسلط داشتید. اگر تسلط نداشتید بر انجام آزمایشات غیر مخرب دیگر، خب درخواست میدید یک شخص دیگری میاد این کار رو انجام میده. تصویر سمت راست نمونه تست PT هست که اجرا شده. Liquid Penetrant Testing، تست به روش مایع نافذ. و تصویر سمت راست هم، تصویر سمت چپ هم که نمونه تست UT هست که با استفاده از این دستگاه انجام شده. خب نتایج رو در نهایت اپراتور انجام اون تست تایید یا رد میکنه. اما خب شما به عنوان بازرسی جوش عرض کردم اگر تسلط داشتید خودتون انجام دادید که خیلی بهتر است. اگر انجام ندادید باید بر نحوه چگونگی انجام این تست ها آشنایی داشته باشید که اگر یک شخص دیگری اومد تست رو انجام بده بدونید کارش رو درست انجام داده یا خیر. عملیات حرارتی اگر که لازم باشه PWHT Post Well Heat Treatment که با استفاده از این پتوهای سرامیکی هم برای پریهیتینگ پیشگرمایش و هم برای PWHT عملیات حرارتی بعد از جوشکاری با استفاده از این پتوهای سرامیکی میشه انجام داد و در صورت نیاز داخل WPS PWHT هم ذکر میشه. نرخ گرم شدن، هولدینگ تایمش و اینکه دمای نگهداری و در نهایت نرخ سرد شدن، همین اینا داخل WPS میاد. در نهایت لازمه که گزارش نویسی انجام بدید. برای بازرسی جوش گزارش VT رو انجام میدن که داخل گزارشات چه آیتم هایی باید باشه. از سکشن 5 آرتیکل 9 در مورد VT میشه گفت این آدرس سرراسترین آدرسی هست که بگم خدمت. از سکشن 5 آرتیکل 9 که در مورد VT هست حداقل اطلاعاتی که لازم هست داخل برگه گزارش VT باشه رو اشاره کرده. غیر از این میتونید اطلاعات دیگری هم داخل برگه گزارش بنویسید، مثل بند یا پاراگرافی که موجب تایید یا رد اون قطعه میشه یا اون ناپیوستگی. اینا رو میتونید داخل برگه گزارش بنویسید. این گزارش در مورد VT Inspection Report هست که گزارش بازرسی جوش، بازرسی چشمی ساپورت ها بودن، مربوط به پایپلاین هست و اینکه ساپورت ها رو با استفاده از استاندارد AWS-D11 بازرسی کرده. اسپک نامبرش رو زده، شماره صفحه، تاریخ، ریپورت نامبر و نوع قطعه، شماره ساپورت، نوع اتصالش، WPS نامبر، شماره جوشکار، استمپ جوشکار و شماره گزارش فیتاب ها، ریزالت در نهایت اکسپت هست یا ریجکت، اینجا همه اکسپت شدن. ریمارک هم اگر که توضیحات اضافه‌ای لازم باشه اینجا نوشته میشه. بسیار ممنون و متشکر از اینکه به این مبحث آموزشی، به این فایل آموزشی توجه کردید. امیدوارم مفید واقع بشه. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.